حالا شده این ویدیوها رو توی اینستاگرام یا بین ویدیوهای یوتیوبرهای مختلف ببینی با خودت بگی چجوری ساخته میشه. من امروز اینجام تا بهت یاد بدم چجوری این افکت رو بسازی. برای مرحله اول پریمیرتون رو باز کنید و ویدیوی مد نظرتون رو روی تایملاین قرار بدید. حالا بخشی که میخواید افکت روش اعمال بشه رو با کلید آی و او انتخاب کنید. وقتی که بخش مورد نظرتون رو انتخاب کردید با کلید کنترل ام صفحه خروجی گرفتن از ویدیو رو باز کنید. در این بخش انتخاب کنید که فقط از اون تیکه انتخابی خروجی بگیره و تیک صدای ویدیو رو هم بردارید چون نیازی بهش نداریم. حالا روی اکسپورت کلیک کنید تا ویدیوتون رندر گرفته بشه. برای این بخش نیاز داریم به فتوشاپتون رو باز کنید و از منوی فایل روی ایمپورت برید و گزینه ویدیو فریمز تو لیر رو انتخاب کنید. ویدیویی که خروجی گرفتی رو انتخاب کنید و وارد فتوشاپ کنید. از اینکه وارد فتوشاپ کردید ویدیوتون رو از منوی ویندو روی تایملاین کلیک کنید تا پنل تایملاین براتون باز بشه. بعد از اینکه باز شد به بخش فایل برید و اون اسکریپتی که من براتون توی دیسکریپشن گذاشتم رو دانلود کنید و از تو بخش اسکریپت ها وارد فتوشاپش کنید. حالا تنظیمات مربوط به ویدیو رو اعمال کنید. دو تا تنظیمات در این بخش قرار دادم براتون که هر کدوم برای یه نوع ویدیوه، ولی بیشتر ویدیوهایی که میبینید از این نوع تنظیمات استفاده میکنن. بعد از انجام تنظیمات روی ران کلیک کنید تا افکت اعمال بشه. این پروسه حدود 5 تا 10 دقیقه طول میکشه ولی بازم برمیگرده به سیستم عاملی که شما دارید باش رندر می‌کنید. بعد از اینکه کار با اسکریپت تموم شد نوبت به خروجی گرفتن میرسه. برای خروجی گرفتن روی فایل کلیک کنید و به بخش اکسپورت برید. گزینه رندر ویدیو رو انتخاب کنید و تنظیمات رو مثل چیزی که در این صفحه می‌بینید تنظیم کنید. بعد از اینکه کار با فتوشاپ تموم شد دوباره برمیگردیم به پریمیر. ویدیوی رندر شدهمون رو وارد پریمیر می‌کنیم و وارد تایملاین می‌کنیم. روی کیبوردتون کلید آ رو بزنید و طبق جوری که توی ویدیو می‌بینید تنظیم کنید اول ویدیوتون رو و بعد با کلید آر سرعتش رو دقیقاً بیارید به جایی که اون کلید او رو زدید تنظیم کنید. این جور ویدیو داره که برمیگرده به صدای این ویدیو. برای اینکه بتونید این صدا رو اعمال کنید میتونید برید این ویدیو رو ببینید تا دقیق بفهمید چجوری میتونید این صدا رو روی ویدیوتون اعمال کنید. اینم از آموزش افکت مگسی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید توی کامنت ها میتونید ازم بپرسید و لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی موفق باشید.